یه مورد خیلی مهمی که باید بهش اشاره بکنیم تکنیک تست موم هست، استحکام موم هستش، رنگ موم هستش که اکثریت کارشناسا ازش استفاده میکنن. حالا بعضن تو فضای مجازی بزرگنمایی میشه، تیکه از مومو توسط کاتر جدا میکنن، حالا موم درب موتور تست میکنن ببینن که آیا رنگ موم اون قطعه که بهش مشکوک هستن همخونی داره با دیگر قطعات خود. اگه قرار باشه هر دفعه که ماشین میاد کارشناسی ما یه تیکه از موم اون قطعه رو جدا بکنیم چه اتفاقی میفته؟ خب صدای مشتری هم در میاد، صاحب ماشین هم حق داره. اونایی که دارن آموزش میدن نباید آنچنان تأکید داشته باشن رو کندن موم ها. تکنیک های جایگزین هم هست که ضریب خطای کمتری داره، مثل تکنیک خاک رنگ که امروز با هم دیگه کار کردیم. استفاده از خاک رنگ تجربه میخواد، یه مقدار سخت است، ولی خب خروجی کار مطمئن‌تر. نمیگم استفاده نکنین از تکنیک موم، ولی بهتره به جای روش‌های سنتی دنبال روش‌های نوین‌تر باشیم، هم به ماشین مشتری آسیبی نرسه، همین که نتیجه بهتری داشته باشیم برای تشخیص کارشناس.